مقامات رسمی میگویند ناآرامی در ولایت شینجان و اویغور چین که با تاجیکستان هم مرز است هیچ تاثیر به اوضاع در مناطق مرزی تاجیکستان نگذاشته است. خبرگزاری سینخوای چین روز 29 ایول گزارش داد که گروه جنایی مسلح با کرد به قرارگاه‌های پلیس و اداره‌های دولتی حمله کرده 10 نفر را در این ولایت کشتند. به گفته سینخوا حمله کاری دستی تروریستان است. در ولایت شینجان اویغور چین عمدتاً مسلمانان زندگی می‌کنند و حرکت‌های جدایی‌خواهی در آنجا بیشتر شده است و درباره احتمال تاثیر ناامنی از چین به تاجیکستان صحبت داشتم با همکارم میرزا نبی خالقزاد. میرزا نبی، مقامات تاجیکستان درباره وضع امنیتی در مناطق هممرز با چین چی میگویند؟ بله طاهر، وضعیت آنچنانی که مقامات مرزبانی تاجیکستان شهر دادند، وضع در منطقه مرزی تاجیکستان با چین خصوصا در امتداد 411 کیلومتری تاجیکستان و چین کاملا آرام است و این صبح بعد از پخش خبر درباره ناامنی‌ها در منطقه‌های هممرز با تاجیکستان و چین ما بر سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان مراجعت کردیم و مقامات ارشد اونها در رابطه با مراجعت ما درباره وضع مرز تاجیکستان با چین شرح مفصل دادند و گفتند که فعلا و در حال حاضر وضع کاملا آرام و تحت نظارت است و اون گزارشی که از طرف فرماندهی قسم حربی مرزبانی تاجیکستان به آنها رسانیده شده است از طرف هم مرزبانان تاجیک و هم مرزبانان چین وضع در اونجا کاملا تحت نظارت است و هیچ گونه ناآرامی و یا ناامنی به مشاهده نمی رسد. پس می توان گفت که از میان مرزهای تاجیکستان با افغانستان و قرقیزستان و ازبکستان سرحد تاجیکستان با چین یکی از گوشه‌های آرامترین مرز است. باید بگویم که در حقیقت چند سال قبل درباره عبور چند نفر از شهروندان چینی خصوصا اویغوری ها به تاجیکستان خبر بود، اما این به معنای نبوده است که آن طوری که مقامات ارشد سرریاست مرزبانی تاجیکستان شهر را توضیح میدهند آن گونه نیست که این منطقه ناامن باشد و تندروان اویغوری توانند که از این مرز عبور کنند و به وضع داخلی تاجیکستان تاثیر گذارند، زیرا فعلا از طرف سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان و خصوصا قسم‌های حربی مرزبانی تاجیکستان امتداد مرز تاجیکستان با چین کاملا تحت نظارت است و هنوز و طی این مدتی که مرز تاجیکستان با چین مشخص شده است و فعلا از دو جانب از جانب هم مقامات تاجیکستان و چین تحت نظارت است، هیچ گونه گروهی تندرو و یا شخصی تندرو و یا تروریست از طرف اویغورهای چین به جانب تاجیکستان وارد نشده است و وضع تاجیکستان را ناامن نکرده است. هرچند مقامات امور داخلی تاجیکستان و امنیت تاجیکستان میگویند که شاید این گونه امکان وجود داشته باشد، ولی از بس که وضع تحت کنترل است فعلا در این باره خبری دقیق وجود ندارد. همکارم میرزا نبی خالقزاد از شهر دوشنبه صحبت میکرد.